نبود. عزیزترین کسمون از دست دادیم، بزرگمون از دست دادیم، آقامون از دست دادیم. به خاطر اینجا جمع شدیم. نمیدونم چی بگم. والا الان که دیدی خودتون همه دوست دارن که این پاسخ واقعا محکم و تا آخرین لحظه باشه که این اسرائیل غاصب از روی زمین برچیده بشه. همونجور که خود آقا گفته بود باید این اسرائیل از زمین برداشته بشه. دیشب گفتیم تا صبح گفتیم خدا کنه دروغ باشه که نبود. متاسفانه حقیقت بود. کوبنده تر از قبل، فقط جواب بگیره، فقط تقاص خون رهبرمونو بگیره. تا آخر برامون رهبره، مقتداست. خبر شوکه کننده ای بود، خبریه که واقعا آدم اصلا سرشار از خشم، سرشار از نفرت نسبت به اسرائیل، آمریکا. باید انتقام خون آقا رو بگیریم. هیچ کاری، هیچ چیزی نیستش که بتونه جواب همچین داغی باشه. شاید باید کل اسرائیل با خاک یکسان بشه. شاید باید نتانیاهو حتما کشته بشه. شاید یه خورده داغ دلمون سرد بشه، ولی باز همینه که گفتم اصلا جوابش نیست. ما میدریم اینا رو، پاسخ بده. ما اینا رو میدریم. اینا به کسی جسم